Audio اینک امروز بیاید می‌بینیم با کدام راه‌ها فایل‌های اسکریپتی که ویروس محکم می‌کند ما می‌توانیم ببینیم. سر اول بیاید کامپیوتر رو می‌کشیم. و مثلا اینجا ما فلشکه داریم، به فلشکه می‌داریم و می‌بینیم که گویا اینجا فایل نیست. لیکن ما باید دانیم که فایل رو به غیر از ویروس ما میتونیم اینجوری دستی محکم کرده باشیم و فایل های محکم یعنی اسکریپت رو با یک چند راه دیدن ممکن. برای این در از این اکنون انتخاب میکنیم پونکت وید، اینجا از پونکت وید و انتخاب میکنیم پونکت پارامتری. پونکت پارامتری اینجا میداریم، از اینجا انتخاب میکنیم باز پونکت وید انتخاب میکنیم و در قسم پایانی اینجا هست اسکریپت فایل ایپاب و اینجا انتخاب میکنیم پکزد اسکریپت فایل ایپاب پریمینیت و اوکی انتخاب میکنیم و اگر با این راه شما میتونید فایل رو دستی روز کنید. اگر مثال ما به سویست داریم کناپی راست یعنی سویست و اینجا شما میتونید فایلتون رو اسکریپت کرده باشید. اسکریپت پریمینیت اوکی و اگر شما حاضر به وید در آمده پارامتری وید و از اینجا نیپکاز وید گوید فایل شما چی می شود؟ محکم می شود، یعنی گویا که فلشکه فایل ندارد. بیایید ما این را اتمینه میکنیم و سویست میداریم و فایل را کشاده میمونیم. خب اکنون فرض کردیم که به فلشکه شما ویروس در آمد و او محکم کرد. این دم میتونید استفاده برید از برنامه توتال کماندر. برنامه این значок دارد با اون میدارید، انتخاب میکنید فلشکه خودتان رو. برای مثال از اینجا انتخاب میکنیم فلشکه این فایل. ما میتونیم به فایل داریم و انتخاب کنیم изменить атрибуты. از اینجا изменить атрибуты و اگر ما اینجا پونکت اسکریپت و آرشیو رو کشته باشیم اوکی فایل ما چی میشود؟ کشاده میشود و در همه حالت چی میشود؟ نشان داده میشود. این یکم رو. دویم رو میتونید شما از اینترنت برنامه فولدر فیکس رو انتخاب کرده باشید، چون به این برنامه وارد میشوید. برنامه شما میگوید که اپراسیون که یعنی آن رو نکشویم، شما آن رو پشت میکنید، نشان میدهید. در قدم اول باید نشان دهید پاپکه فلشکه خودتان. اوکی را انتخاب کنید و اگر آنجا پاپکه هست شما میتونید یس انتخاب کنید و فایل های شما چی کشاده میشود. یعنی با این دو سه راه میتونید فایل های خود را از چشمان بیگانه محکم کرده باشید و اگر برنامه کامپیوتر شما ویروس داشته باشد فایل را میتوانید کشاده باشید. فایل ها و خودتان را احتیاط کنید دوستان.